الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به تمام برادران و تمام خواهرانی که صدای مرا میشنوین و از الله مهربان دعاگو هستم که به همه شما برای کار توفیقی در عبادت نصیب گردانه و از الله مهربان دعاگو هستم که آرزوها و مطلوبها و مقصودهاتون الله مهربان حاصل بگرداند و از الله مهربان دعاگو هستم که نفرانی که از ما و شما در مسافرت هستند، در مهاجرت هستند، سفرهاشون خیر و نیک گردانه و از الله مهربان دعاگو هستم که گذشتگان همه ما و شما را الله مهربان رحمت و مغفرت کند، بیماری هامان شفای کامل تید، به فرزندهامان الله مهربان صاحب فرزندهای خوب و صالح گرداند، به انصاف هامان الله مهربان انصاف تید، به توفیق هامان الله مهربان توفیق نصیب گرداند و از الله مهربان دعاگو هستم که میل و خواهش و محبت ما و شما را به سوی دینش باز هم زیاد بگرداند. برادران عزیز و گرامی، الحال میخواستم سخن حافظ ابن جوزی که با ابوالفرج مشهور است، نام اصل ابن جوزی را عبدالرحمن ابن ابی الحسن میگویند، جمال الدین هم نامشان میبرند. این عزیز خدا سالهای تولدش 1116 میگن، یعنی 1116 میلادی قطعی، وفاتش 1201 میلادی میگن. یعنی اگر با امروزه حساب کنیم قریب از وفات ایشان 8 عصر یا 800 سال گذشته است. این بنده خوب خدا در مذهب امام احمد حنبل بودند، محدث هم هست، فقیه هم هست، مؤرخ هم هست و قریب میگد 300 کتاب از ابن جوزی باقی موندگی هست. یکی از کتاب های معروف و مشهوری که شاید در دست بسیاری از خواننده ها باشد به نام تلبیس ابلیس، از همین بنده خوبی خدا هست. برادران عزیز، در یکی از کتابهاش که بستان الواعظین یا ریاض السامعین میگویند آورده است که اگر قبری که ما و شما خانه آخرت مان به حساب می رود، اگر الله مهربان بر او اجازت سخن گفتن میداد،
یعنی برای قبر اجازت میداد که برای زنده ها چی گفتنی داری، برای زنده ها چی مصلحت داری، یا برای زنده ها چی گفتنی داری که اگر زمانی که نزد تو بیایند باید با چی بیایند یا چی کار کنند. اگر الله مهربان میگد به اینها به قبر اجازت میداد، هر آینه برای ما 5 مصلحت یا 5 امر مهم را برای ما گوشزد میکرد، یا میگفت که 5 چیز همراه خودتان بیارین که در این خانه من این 5 چیز برای شما بسیار مهم هست. اگر شما خواهید که مقصد خانه قبر شما از هر گونه سختی ها و مشکلات ها خلاصی داشته باشد، رهایی داشته باشد، همراه خود 5 چیز را بیارید. حقیقتا برادران عزیز و گرامی، ما در حدیث های پیامبرمان نگاه میکنیم، میخوانیم. در حدیث ها آمده است که پیامبرمان با روایت حضرت امام ابو هریره که امام نسائی میارد دعا میکرده است: اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب النار و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. یعنی حضرت همیشه دعاش همین بود که به سوی الله دعا میکرد که الله مهربان، من از عذاب قبر به سوی تو پناه طلب میکنم. ببینید. و دیگر حدیثی که حانی که این غلام حضرت عثمان بود، میگوید رسول حضرت عثمان میگه کنار قبر می ایستاد و گریه میکرد. برادرای عزیز، وقتی حضرت عثمان که از 10 یار بهشتی بودند، در حیات بشارت به جنت از پیامبر داشتند، میگه وقتی در کنار قبر می آمدن میگه گریه میکردن. آنقدر گریه میکردن میگه که ریش حضرت عثمان بسیار ریش کلام بوده است. میگه به همون تارهای ریشش میگه آبی میگه دیده هاش میگه جاری میشد. بعد از آن میفرمود که من از پیغمبر خدا شنیدم: ان القبر اول منزل من منازل الاخره. میگم از پیغمبر شنیدم که قبر اولین منزل، اولین خانه از خانه های آخرت ما به شمار میرود. فإن نجا منه فما بعده ایسر. اگر از همین اولین منزل، اولین خانه یعنی از قبر، اگر ما از حسابش نجات بیابیم، یعنی دوام این که باز قیامت هست، مشکلات های نامه اعمال و پولیسیرات و خلاص ترازوی اعمال و اینهاش دیگه برای بنده آسان می شود. یعنی اولین منزل که خانه قبر باشد، همینجا که کار اگر پیشش کشاده شد، همینجا اگر ما نجات یافتیم، ما بعدش گفت آسان تر است. و این لم ینجو منه فما بعده اشد من. اگر از همینجا گفت اگر ما نجات نیافتیم، با بعد این معرکه هایی که به سر بنده می آید، ویش از این دم گفت بدتر است. و بعد میگه و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:
ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منه. میگه پیامبر گرامی گفتن هیچ مقصد صحنه را سهمناکتر وحشتناکتر از خانه قبر ندیدم. یعنی یگانه جایی که خیلی وحشت دارد، دهشت دارد، مشکلات دارد، گفتی این خانه قبر هست. برای این برادران عزیز و گرامی، همیشه ما هم در پیش نظرمان هیچگاه مردن تا فراموش نکنیم، هیچگاه خانه قبر را فراموش نکنیم. زیرا روز برادران عزیز پیک اجل به سراغ ما می آید و ما را به این خانه آخرت می برند. این یک صندوقی هست که فقط و فقط از اعمال ما وابستگی دارد. برای همین همیشه انسانی که در دنیا اگر مرگ فراموش نکند، انسانی که در پیش نظرش قبر دائم نمایان باشد، این انسان بسیار انسانی با رحم می شود. این انسان بسیار انسانی بگیم بسیار انسانی با ترحم می شود، بسیار انسانی غمخوار می شود. زیرا که این آدم در یاد مرگش هست، این آدم در پیشش خانه قبرش می بیند. از این لحاظ برادران عزیز از زمره کسانی باشیم که هیچگاه این صحنه را، هیچگاه این لحظه ها را که مردن است، بالای تابوت بردن است، در خانه قبر گذاشتن است، اینها را باید ما پیش نظرمان دور نکنیم. بسیاری از عزیزای خدا را حتی حکایه میکنن که در خانه هاشون قبر کنده بودن. هر وقتی که دلهاشون سخت میشید، میگه هرگاهی که اگر خوشی در عبادت پیدا نمیکردن، میرفتن میگه در همون قبر تیار در لحد می در آمدن، یک لحظه مقصد در اونجا باقی میموندن و با همون دهشت و وحشت قبر بیاچون که میزد بیرون میبرامدن، باز دنبال عبادت نمیشیدن. ببینید چقدر بنده های خدا برادران عزیز با راه های میخواستن که هیچ وقت از ترس و از عبادت الله مهربان دور نباشند. از این خاطر برادرای عزیز و گرامی، عزیزای خدا میفرمودند که کسی که اگر بیشتر یاد مرگ دارد، بیشتر یاد قبر دارد، این آدم آدمی بیکینه می شود. این آدم آدمی مقصد بغض نمیگیرد در قلبش، کینه نمیگیرد، حسد نمیگیرد. حتی نفری که میگه اگر بشر که در یاد مردن باشد، انسانی که در یاد قبر باشد، میگه در این آدم سه چیز الله مهربان میتد. یکم، دائم زبان توبه کننده دارد. ولی اگر شما کم ترک اهمیتین، امروز ها ما توبه کردن فراموش کردگیم. حالا آن که توبه یگانه نعمتی هست برادرای عزیز که تمامی بگیم آن چیزی که از ما سر میزند شوینده او توبه است. میگه آدمی که در یاد قبر و مرگ باشد، یکم نعمتی که خدا به او میتد همیشه در زبانش توبه کردن است. دوم میگه چیزی که الله بر او میتد، قلبش میگه قلبی قناعت کننده میشود. یعنی قلبی که به هر چیزی که الله داده است قناعت دارد. یعنی قلبی حریص و قلبی گرسنه نیست. سوم چیزی که الله میگه بر یاد کننده مرگ و یاد کننده قبر میتد، این نشاطی در عبادت است. این بنده یعنی هیچگاه عبادت را ترک نمیکند، همیشه پایبند عبادت است. از این خاطر برادران عزیز و گرامی، این سخنی که جناب ابن جوزی میارد که قبر ماها را مصلحت داده است که به 5 چیز خانه من نآید. و الا دیدیم که پیامبر گرامی گفتن از همه سهمناکترین
جای این خانه قبره. من انشاءالله الهی مهربان دعاگو هستم که همیشه در یاد ما روزی مردن ما و خانه قبر رفتن ما برادرای عزیز همیشه پیش نظر ما باشد و در یادی ما و شما باشد. آن 5 چیزی را که قبر برای ما می گفته است که با خود بیارید چی است؟